اصلا از شما چطور عذر پرسیدنم رو نمیدونم. به سر شما بلا شدم. حتما راهی حل این کارو میابم. نه هیچ گپ نیست. دامولازیا لبه خاطر نشوید. این کار این خیلی دوام نخواهد کرد. یگان بلا کردم من راه حلش رو میابم. در اصل باور دارم که شما حل این کار رو میابید. من شما و آقای اکرم رو غمگین کردن نمیخواهم، اما این بازی دور در روز دوام کردن نمیتوانم. با اجازت. زهرا چی شد؟ دامولازیو از فکرش گشته است مگر دامادی ساخته شدن رو دوام میدهد؟ دوام نمیدهد. با دوستانش چه خیلی فهموندنش رو نمیدونست است. عزیزم تو هم کمی مجبورش میکردی؟ چی کار میکردم سیلین؟ در پیش پایش میافتیدم؟ قبول نمیکند آخر. به این هم برایش نگاه کردن نمیتوانم. تنها تشکر گفتم و تمام. زهرا جان باید یگان کار کرده دامولا رو راضی کردن در کار. نمیبینی کار جدی است عزیزم. اوف میبینم سیلین میبینم. شوکت هی شوکت سرم رو ویران کردن. ای برادر این چی گپ از خودش؟ هر روز یک کار چی شد آخر؟ به این همه لباسام در همین جاست. تو کار به من مثل مهمان رفتار میکنی ها؟ چه خیل مهمان شوکت، چه خیل مهمان ها؟ 1 سال میشود در اینجایی. بس است این خانه مادرت نیست. شد برادرم اگر خواهی باز من رو بیرون رفته در کوچه زندگی میکنم. یا خدایا. کیلاس جان یکو مشکلی داری؟ بله شوکت، من مشکلی دارم، مشکلی کلان دارم شوکت. او برای آن رد کرد که از دوستانش شرم می‌دارد. زندگی و از زندگی ما تماما فرق میکند. این رو بفهم زهرا جان. اگر مردم تو رو با این حال در بری او بینند غیبت میکنند. بعد اینکی اگر تو خودت رو با اون موافق سازی مسئله با همین حل می شود. یعنی چه خیلی؟ نفهمیدم. اینش رو به من گذار، من حل میکنم. ببین این دختر با ازدواج ساخته حتی راضی نمیشد. حالا باشد زاره کرده از پسم میدود. ای برادر تو شوخی به شوخی همه ای کار رو حل کردی کو؟ چخیل حل کردم شوکت، چخیل. عقل تو باید نمیگیرد. اون دختر ما رو مانند بازی چه استفاده برده ایستاده است. اکنون شوخی به شوخی تو داماد شده به قصر میروی برادرم. تو چی ها میگویی شوکت؟ من شناسنامه‌ام رو درست کرده میگوییدم تو باشه داماد میگویی. توی دختر رو پرتفته میروی. تو اون دختر رو پرتفته نمیتوانی. سفسطه نگوی. کمی سر رو نل از قفایم است. از دیگر طرف کن آن دیوانه. من مگر در اینجا میمانم؟ تو چی ها میگویی؟ من خودی پگاه نیست میشوم. نیست. چغتای خوش آمدی. ملیس خبر را به چغتای رساندم بابا جان. خوب چغتای زهرا را خانه دار میکنم. از این بعد همکار و دوستت صاحب شوهر می شود. آقای اکرم لبای خوراکشام تیار است. بسیار خوب. ولی بچه ها همتان مرحمت کنید به خوراکشام. دامولا رو هم دعوت کن. مرحمت. زهرا بیا یک صحبت میکردیم. زهرا این چی گپ است؟ من نفهمیدم چقدر که تو ایده چی میپرسی؟ همه میگوین که تو با دامولو خونه دار میشوی. این چی گپ است زهرا؟ در اصل سفسطه میگویی چقدر. با که خونه دار شدن من به تو چی دخل دارد؟ ها؟ برای همین به اینجا آمدی؟ زهرا با دامولو خونه دار شوی به تو نمیزیبد. فهمون با من. برای چی فهمونم چقدر؟ چی من برای فهمانیدن تو کوشش دارم؟ اما من تو رو دوست ندارم. در اصل سخنهای تو رو شنیده نمیخوام. نمیفهمی؟
نه نمیفهمم. دیوانه شدی مگر؟ این دو ملاچه کیست؟ تو چیکار کرده ایستادی؟ آن دامولایی را که تو اینقدر پس میزنی از تو 1000 بال بالاتر است. فهمیدی؟ چقدر تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو اینجا برای آدم ها رو ناراحت کردن آمده ای؟ نه، آن دامولای مشهور رو دیدن آمدم. او کی است، چه خیل آدم است، دل زهرا را چه خیل یافته است، این را فهمیدنی آمدم. بسیار خوب. آرزوهایتان در حال عملی شدند. انا آن کس آمدند. مرحمت تو رو ببینید. رفتم خواب کنم که در نماز بامداد خستنم در کار. من شما را گسیل میکنم. هیچ لازم نیست زهرا جان. مهمان رو تنها نگذارد که گناه است. بار دیگر شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. آفرین زورو. دیدی به چشم دامولو چه خیلی زیبا افتادی. بسیار هم زیبا افتادم. عینی حال خودم را از همه آدم درویترین دنیا حس میکنم سلی. رویت رو تروش نکن. من میدونم که این خیلی کارها به تو پسند نمیآیند. اما چی کار کنیم برای قانع کردن دامولوزی ها چیزهای پسندیده‌اش رو کردن میگیریم. جایی تو خودت رو کی فکر میکنی ها؟ شرم تو کی هستی؟ دو آدم را زده خودت رو قهرمانیست کردی. به شرف آدمان را زده زهرا را از من گرفتن خواستی ها؟ همان حادثه رو تو تشکیل کرده بودی به مثل فیلم هندو آدم های خودت رو از پای افتاندن در نزد زهرا قهرمان شدن خواستی تو هم فرصت رو انتظار بودی ها؟ مرا گوش کن. اگر یک بار دیگر تو رو در نزد زهرا بینم با ایمانم قسم نماز جنازت رو خودم میخوانم. مرا فهمیدی؟ تو چه خیل دامولو هستی؟ حیاتت سوخت در دهان. آی کودک دیوانگی نکن. تو با کی سر و کار گرفتنت رو حالا نمیدانی. سرم رو ویران کرد. در همانجا زده سرش رو معیب میکردم لیکن استغفرالله گفتم. ای خدایا خواب رفتن او رو بین. شوکت. شوکت. گویا که در حیات من تو نمی رسیدی و با آمدنت حیاتم پر شد. این مرد خیلی خراس میکشد. ای خدا این آدم خیلی این آواز رو میبرارد. گوشم رو کار کرد.
هرچه تو انسان هستی از خوک هم گذراندی. شوکت اوف برادرم اوف. توبه توبه. اوف زهرا، تو رو میفهمم و از اینجا باید روم. موندن نمیتوانم. اگر برای ما رو دوست داشتند کمتر امید می داشتم شاید می ایستادم. کجاست این دامولای بینماز؟ این دامولای بینماز در کجاست؟ ما رو نگیر، ما جزای او رو میدهیم. باید جزای او رو ما بدهیم. رفتیم استادم رو هم ندهیم. چه بنا شده؟ در همین جای دامولای بینماز کنی شما چیکار میکنید؟ بچه شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست من با تو میگم؟ گناهگار نیستم. کلاس گوره. تو اگر نگویی دامولای بینماز در کجاست ما تو را رها نمیکنیم. شما چیکار میکنید؟ دامولا در کجاست؟ تماما به نمازی بامداد نمیآید. در کجاست او؟ در بالا. او در اونجا بودست. کنی همه کس رفتیم. بختیار این آواز از کجاست؟ اینها کیستند؟ مردم محل جمع شده دامولا را میگویند. انا او در کجا بوده است؟ در اینجا بوده است. تو چی خیلی دامولا هستی؟ را به نمازی بامداد ناومدی ها؟ ساعت 10 سحر شد. برو احمق میکنی که ها؟ تو دامولایی ساخته هستی؟ نه استاد مگر اینها راست میگوید؟ خطا نفهمید، این همش تهمت است. خیلی تهمت؟ این آدم را من میشناسم. این همان دزد مشهور کلس است. حالا پلیس هم میآید. با شما چی شد؟ بابا جان خود مردمی محله چی میگوید؟ یک طرف ایسته. کلتکیلس، من از تو انتقامم رو میگیرم، تو رو به محبس میبرم. بدم افتادی. تو را یافتم کلتکیلس. میبینیم که تو این دفعه با کدام جهنم میگریزی. پران. نه بسرش پران. نه پران. زورا دخترم با تو چی شد؟ رفتم. خدا را شکر همه این خوب بوده است. صبح بخیر داملو. صبح بخیر. مانند خوابی بعد همه جا رو آب پاشیده ایستاده. بعضا در بیرون خواب کردن رو دوست می‌دارم. سحر بر وقت خسته مشق میکنم. در بیرون خواب کنم خوابای خوب میبینم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. رحمت دخترم خوب هستی؟ خوبم. من رفته ایستادم. میلش دخترم. یگان چیز می‌خواستید؟ نه دخترم رحمتی کلام. میلش؟ با دقت باش دخترم. مانده نباشید بابا جان. میلش دخترم درسایت رو نقص کن. یا خدایا
با ورزشی کوهبرایی هم سر و کار داشته است. سر و کار گرفتن یک طرف امکی. کتابش رو نوشته است. کتابش رو. چی نوشته است؟ کتابش رو. در کجا؟ هنگامی به کوه برآمدنش در کوه می نویسد، هنگامی فرامدن در خانه. یا خدا یا خدا. شوکت! چی شد؟ مهمانتان رو میجوید؟ شما او رو ندیدید؟ البته که دیدم دملا، در نزد آقای اکرم است. رحمت امکی بختیار. سوپرمن در نزد او هیچ است. چی خیل؟ انا خیل. امریکایی ها با یک سوپرمنشان چنان میفخرند که سرشان به آسمان رسیده است. سوپر دوملوی ما از سوپرمن آنها زودتر میداد. شوکت. صبح بخیر، صبح بخیر، خوش آمدید. صبح بخیر. تشکر، شما خوب هستید؟ شکر خدا. ما با شوکت درباره شما صحبت داشتیم. نقلش هیچ تمام نمیشود. تمام نمیشود. او لقیدن را سر کنه دیگر هیچ خاموش نمیشد. انشالله که سرتان رو به در نآورد. استغفرالله. در حق شما بسیار هم چیزهای خوب گفته ایستاده بود. بفرمایید درآیید. مرحمت بعد. مرحمت بعد از شما می‌داریم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. ما هم با شوکت بای درباره شوهر شونده صحبت داشتیم. از که ما داماد شونده شدی کلاس؟ مرحمت مرحمت مرحمت. زورا جان نان رو گرفته به زمین افتاد. ای به زمین نان افتیده است. برای زهرا یک توی پرحشمت خواهم کرد. یگان چیز را برای او دریغ نخواهم داشت. اما دختری عزیزم، تو یک چند وقت کار را پرتاب و تنها برای توی تیاری بین. این روزهای خرسندی تو می باشند. سیلین دخترم، تو هم به کار نرو. در کارهای دوگانت یاردم ده و او را تنها نگذار. مایلش بابا جان. با اجازت شما میخیزیم. من رفته طهارت کنم. اجازت از شما. مرحمت مرحمت. به همتان اشتهایتان روز بخیر. شوکت جان. ها. رفتیم برادر جان. ما شما میرویم. باز بگاه میرویم. برادر، من به تو دو سوال دارم. چی سوال بوده است؟ سوال یکمش به این دختر خانه‌دار میشوی؟ دویمش یا نمیشوی؟ چه خیل خانه‌دار شوی؟ برای زیغ شدن این دختر من این کار را کردم. رفتیم. یا خدایا. زهرا جان، قسم دویمی نقشه همان. آیا نقشه ات فایده میدهد؟ این چی گپ خودش زهرا جان؟ همه نقشه های من تا امروز عملی شدن. تو هم به من باور نمیکنی؟ در درونی اینها چی است؟ سلین؟ لبای عزیزم، روی مول رو این تر رو بسته به دامولا زیانیشان میدهی؟ اف زهرا، و گردن بندهای مکتبی مانند شد. این طرف نه، اما این خیل در سرت بپرتایی. همین خیل؟ چه خیل است؟ بسیار زیبا. با من میزیبد؟ البته جانم. ببین اینجا دیگر رنگهایش هم هست. انا اینش به تو خیلی میزیبد. میزیبد؟
سلام داملازیا. با من نزدی؟ زیبید اما اینش رو پوشیده و آینه نگاه کن. خب اینش زیبید و خدا بسیار زیبا شدی. اینش رو بینیم. کندی وای رو برو در آینه وقتی این خیلی بندی بسیار زیبا میشوی. این هیچ خلالم است. اگر پسر من می بود با خدا رحاق میکردم. سوال باید از سرت مومد. دامولو من نزدیک شما اومده ایستاده بودم. با خیر از دخترم سیوال. دامولو با من یک تومور نویسه. تومور؟ بله دامولو، از نمیک چی طور خلاص شدنم رو نمیدونم، برای همین به نزدیک شما اومدم. آچه این سیوالی من است. که بعد تو را میکشم من. دست کن زورو. مایلش اومده ایستادم سیلین. فراموش نکن چه خیلی که مسئلیت کردیم همون خیلی میکنیم. فهمیدم سیلین، فهمیدم. سیوال جان. دامولو دیگر چاره ندارم. دامولو ما هم برای دیدن شما اومدیم. انشالله بخیر است. درد شما چیز خانم با؟ دامولو با ما آبی قیترمه میدیهید؟ آبی قیترمه؟ بله دامولو. کارهایمون برای نگرفته ایستاده است. کاشکی رفته در مدرسه تحصیل میکردم. او را بین همه دخترها رو با خودش جلب کرد. من این شیطان را به جهنم میفرستم. اولین شده من به اینجا اومدم. دامولو کاری من رو بود میکرد، همین طور نه؟ تومورهای دامولو به همه میرسد. التماس غوغا نبردارید. خانمان بهوده غوغا نبردارید. من به این هم تومور نمی نویسم. روزتان بخیر. شیطان چه ها با ازدواج ساخته دیدن که راضی نشدم، برای راضی شدن روی مال پوشیده آمدن. دستم شکست. تو خوب هستی؟ بیاری تاجری زنگ تمام که زنگ میزنم، اما گفتم از پس غیبت نکنید که او اولیات خدا میزند. زورو چرا من رو دوانده ایستاده ای؟ او بی قیتر ما گفته آورده ما رو در پیش همه شرمنده کردی. حاضر او از پسی ما خندیده ایستاده است. عزیزم کور از طرفی خوبش بین؟ طرفی خوبش کدوم بوده است عزیزم؟ خیر دیدی که دامولو تومور نویس نبوده است. باز تومور نویس نبوده است میگه. ایستو تو فلورم بلند است، تو باشی من رو میدوانی. یک باری دیگر فایدهش کرده است، یگون مشکلی نیست. همش با کوشش‌های شما دکتر. تشکر زیاد. یک دقیقه. این برای تو؟ اینش برای تو. رحمت اپا جان. لازم نبود دکتر جان، بیاین هم شما با ما خدمتی زیاد کرده. این طور نگوید، این وظیفه من است. برای کودکای محله تحفه گرفتن و نصیب کودکان شما بودند. ما چخیل این خدمت‌های شما رو برمیگردیم. لطفاً. تشکر زیاد. من کلاشم دکتر میشوم. چخیل نقص. سلامت باشید. تشکر باشید. مرحمت. رفتیم. خدا بالونهای موتورسیکلت رو شکاف کند. خانم خوب هستید؟ اگر شما رو میزد میمردید. به تو ما چیکار میکرد؟ زحمت نکشید، من خودم میپردازم. نه هیچ گپ نداره. با فکرم رو نفهمیدید شما. کاری خودتون رو دوام دهید. مالش
مشهدی تو شد گفتم سرده سر نداری تو گوشش رو فهمی هیچ گم نخواردم آن رو میدوزید بیا یک باری دیگر بازی کنید بتول من هم برای دیدنی تو بر اومدم دخترم. دومولو خوب هستی؟ خوبم تشکر. انشالله که سلامت هستی. خوبم. موتورسیکل با سرعت گذشت و قریب که دکتر را زیر میکرد. خلطه های دکتر رفتیدند و من یاری رساندم. تشکری زیاد به شما. خوب هستی دخترم؟ با تو چیزی نشد؟ دومولو وقت می داشتید با شما یک پیاله چای دم میکردم با شیرینی میخوردید بعد میرفتید. نه رحمت من در حال رفتنم در میلش دومولو خیر خوش باشید. روزتون بخیر. دخترم دومولو زیاد نسبت ما همیشه نیکی میکند اما تو رو دو این پس میزنی. رفتیم. تو خوب هستی دخترم؟ خداوند قبول گرداند. دومولو جان امری معروف میکردید؟ آقای خلیل من کمتر کار دارم. روزی اولی آمدنتون با ما امری معروف کرده دلهایمون روشن شد. دومولو امری معروف کنید که ما گمراه شده ایستادیم. بله استاد التماس رد نکنید. حاضر کار دارم آغاز یگان وقت دیگر انشالله. خواهش میکنم استاد التماس رد نکنید. خیر مرحمت شینید. بله محترم جماعت موضوع امروزه ما یعنی موضوع امروزه برای خود یک چند پند و اندرزهای خوب را قید کرده بودند. حالا برای تو میخوانم. محترم جماعت این دفتر در حیات من اهمیت کلان دارد. این دفتر به من از استاد عزیزم خاطره مانده است. در مدینه روزی عید رمضان حضرت محمد درود خدا بر او و با آلش کودک‌ها را می‌بیند که بازی دارند و ناگهان کودکی را می‌بیند که در بین کودک‌ها با چشمان گریان آنجا اشک می‌ریزاند و پیامبر از آن کودک می‌پرسد پسرم کنی به من بگو چرا گریه داری؟ کودک جواب داد هر کسی پدر و مادر دارد اما من پدر و مادر ندارم یتیم هستم. و آن زمان پیامبر عزیزمان سر کودک را سیله کرده گفت پسرم میخوای که من پدرت عایشه مادرت فاطمه اپت و علی عمکت شود؟ کودک به چشمان پیامبرمون با تبسم نگاه کرده
جواب داد: من شما را میشناسم ای رسول خدا، چه خیل به این راضی نشوم. و تا آخران نفس پیامبر درود خدا بر او و آلش، آن کودک یتیم از پیامبر جدا نبود. روزی در کوچه هنگام بازی کردن کودک ها با او گفتند: تو همیشه غمگین بودی و خنده نمی کردی، حالا با تو چی شد که اینقدر شادی میکنی؟ کودک گفت: آن وقتا من یتیم و بیکس بودم و حالا باشد پیامبر پدرم، عایشه مادرم، فاطمه حپم و علی عمکم شدن سببش همین. و کودک ها حسد برده گفتن: کاش که ما هم مثل تو یتیم می بودیم. خانم تولین، باید با این ازدواج مانع شویم. برای همین را گفتم با من در حلوا خوردن خواستی. من کودک نیستم، چقدر برای زهرا را به دست آوردن اینها را گفته ایستاده میفهمم، اما به من چی فایده؟ خانم تولین، این مسئله تنها مسئله من نیست. چشمانت را کشا. چی کارها کردن این داملا را حالا نمیدانید؟ چی یعنی؟ تو پیش هم داملا را میشناختی؟ وقتش بیاید این را هم میفهمم، اما حاضر تنها این را دانید که آن حادثه زهرا از دست رازنها نجات یافته بود کو؟ بله. آنها آدمان داملا بودند، یعنی برای زهرا را به دست آوردن این نقشه را او کشید. من با چشمانم دیدم. اما لطفاً از این زیادش را نپرسید. برای فریب کردن زهرا. کی میداند باز چی دروغ گفته است؟ این را خدا میداند. ببین، او بسیار انسانی حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد، آقای اکرم را هم فریب میکند. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یگان وصیت نامه نویسد، او همه را صاحب میشود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. هیچی پایم رو زیر کردی. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. هجری قرائت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. آمین آمین. ویش نماز خیلی بود؟ در حقیقت خوب بود برادر. آیا میدونی؟ از برای تو شده در حیات یکم بار نماز خواندم. برادرم. چی میگویی؟ تو حاضر در حقیقت میروی؟ میروم شوکا، دیگر ایلاج ندارم. برادر من تو رو بسیار یاد میکنم.
شوکت من هم تو رو یاد بکنم. من با تو گپی سخت میزنم، دلت رو میشکنم، من رو عصبی میکنی، بعد من مجبور میشوم. خیر، من رفتم. حقت رو حلال کن. حلالت باد. چیکار کردی چینگیز؟ آقای کنال در گرد خانه نو و کهنه شناسنامه دام ساخته. رفتم کلاس رو بیارید با همه چیز چورش. اطاعت سردارم، امرتون رو به جا میبریم. رو. کمیسرم کرتا کلاس به سراغ کهنه شناسنامه انیخ نمی رود. به اینجا می آید. بیا شرط میکنی که به اینجا می آید. من حس میکنم. خیر، شما دیگر با من در کار نیستید. سردارم یک چیز دیگر را پرسم. با شخصانی که در آینده پلیس شدنی‌اند، مخصوصا با جوانان قابلیتناکی که با مثل من مهارت دارند، چی توصیه میدید؟ لوینت خاموش است. اما سردار من به نزدیک پلیس میشم. دقتم را پریشان نکن میگویم لوینت. چرا تو رو آوردم؟ مگر این کلتا کلاس نیست؟ سردارم من نگفتم که کلاس به اینجا میاد. انا آمد بخدا که آمد. خاموشی است. با تمامی گروه ها به فرمان من یگان حرکت نکنید. فهما؟ همه فهمیده؟ بله سردارم فهمیده. شام بخیر. تو کی هستی؟ من کلاس هستم. کبوتر مرا اینجا فرستاد. چند مرتبه اینجا آمده بودم. انتظار شوید. سردارم من این عملیات رو شامکا میکنم. انتظار شوید. برادر شناسنامه تیار است؟ ولی خواطر نباشید. چی گپ شد؟ پلیس گریز. همه این گروه ها حرکت کنه. ای پسر تو دیوانه شدی مگر؟ تو چی کار میکنی؟ بماشیشین کجا میروی؟ یک سلفی کنم. ما در فکر عملیات و این در فکر سلفی. با تو بعد کم میدنی مبلغ. باز دستم رو محکم کرد. سردارم یک طرف. سردارم کلتا کلاس هم روی آدم هایش آمده است. به شرف با آدمانش آمده است. او را زنده میخوام، فراموش نکنه.
کلکل از روی آدم‌هایش به اینجا اومده است. چه خیلی آدمان؟ کدام آدمان؟ او راست پایش زخمی نموده. زود گرفته به نزد من بیارید. مایلش سردارم اجرا میکنم. ای کلیدی در کجا باشد؟ اینها حاضر کلتکلس را از دست بدین. سردارم نیستید. زود پلیس آمد زودتر گریزید از اینجا. پلیس آمد گریزید. اما اگر کمان اینها پلیس بودن آدمانی کلتکلس نبودن. تو خدا جزایتان را دهد. پلیس را از آدمان عادی فرق کردن نمیتوانید. احتیاط کنید یگان پلیس را نپرانید. گربچه ایرا کشیده میتوانی؟ از دوستان یک بیاری پرسی میشوده؟ اگر سردارم به طور ماشینش برآمدن تو رو بیند به خدا تو رو زنده نمیمانه جورا. به عقل چی تو؟ پنهان شب. آها پلیس رو تو آوردی؟ نه فقط لباس پلیس به من نمیرسید. گوش کن تو شناسنامه رو با خودت آوردی؟ شناسنامه رو آتش زدم برادر. چی؟ عقلت رو خوردی؟ اگر آتش نمیزدم پلیس تو رو میکپید. خدایا توبه. همیشه کاری من برات نمیگیرد. ای برادر شناسنامه با تو چی در کن؟ شناسنامه تو رو هیچ کس نمیشناسد. اکنون چی میشود؟ گوش کن من باید از اینجا فرار کردنم لازم. 3-4 روز بعد به این سراغ بیا. میلش خواطر نشو. شناسنامه تو رو حل میکنم. میلش ماگیر این پالتو رو گرفته پوش. باز از سلفیدن نموری که به من لازم هستی. خدا از تو راضی باشد. میلش من میروم. با پایین فرو گربچه گب رو نمیفهمی تو؟ سردارم کنی بیایید. خیلی چکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. از یک طرف کلتکلس از یک طرف گربه. ای دیوانه بیعقل چی کار کار ایستاده ای تو؟ چی کار کار ایستاده ای؟ ای بچه شما در کجا میگردید؟ از پشت تو شده آدم ها رو از دست دادیم. کلتکلس باشد گریخته رفت. دیوانه بیعقل. قریب گربت چلیکم رو میخورد. شما باشید ای گم شوقتی گربت. دیوانه به تو سلفی چی لازم احمق؟ بیا خالته بیا. در آینده با من بسیار کمک میکنی. خیلی چیکار کنم؟ امامی رو باز دوام میدیم. من نبودم کلتکلس نمیگوری. دمت رو گیر خاموش. سردارم کلتکلس رو دستگیر کرده نتوانستیم. او فرار کرد. آنها بی عقلی ابله از پشت تو کلتکلس را از دست دادم. سردارم من چطور دستگیر کردن او رو سردار کدام سردار؟ از کجا سردار؟ برای چه سردار؟ ای دوشاو من او رو انیق پیدا میکنم. دمت رو گیر خاموش. این خیلی نمیشه وسیله. کارها دور و دروز نرفته. من باید به بابایم همش رو فهمونم. سفسته نگوی زورو جون. تو مگر بابایت رو کشتنی؟ اپا جون برای طبیع کردن خانه‌دار شویتون فرصت نیافتم. خواهر جانم عذر میپرسم. هیچ گپ ندارد. خوش میکنم. رحمت. تبریک میکنم مبارک شود. برایتون آب بیارم؟ اگر زحمت نشود یک پیاله آب می آوردی. خیلی زحمت اپا جون. همه این کارو جدی خیال کردن. نیستین من همشو با بابایم میفهمونم. بین هم من اگر نگویم دامولو بی‌طاقت شده همشو با بابایم میگوید. این قدر جدی میرود ای زهرو عزیزم یک لحظه ایست. حالا دور سر فکر کنیم. بابا لبای دخترم. بابا جان صحبت کنیم میشود بسیار مهم است. صحبت درباره چی؟
یا اینکه روز نکاح را با دامادم انیق کردی و آن را گفتنی؟ بابا جان، من در اصل کدام وقتی که گوید به من موافق است. هیچ خواطر نشوید. با این قرارتان مرا خوشبختترین آدم دنیا گردانیده اید. اگر تو را با کرته عروسی بینم آرامانه میمیرم. و با راحت در قبر آرام میخوابم. بابا جان اینخی نگویید، مرا تنها نگذارید. تنها نمیمانی. تو را به شوهرت می سپارم و شما برای من نبیره زیاد تولد میکنید. اکنون آرام شو. گریه نکن. گپ مهم دارم گفته بودی. وای چی گپ بوده است؟ من مهم گفته بودی کو؟ شما رو چقدر دوست داشتنم رو گفتنی بودم. این را من میدانم دخترم. سلین بیا. دوگانت را گرفته به پایان فرایید. لباس عروسی و شیرینی ها را انتخاب کنید. روید. مایلش بابا جان. رفتیم زورا جان. ایستا. تو خودید شب بخیر. گفتن نتوانستم. زهرا چی گپ شد؟ این چه حال است؟ خوب هستی؟ خوبم، یگان چیز نیست. هیچ گپ نیست، خاطر نشوید. چخل هیچ گپ نیست؟ به حال من نگر. بله به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم. از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کلتکل است. به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف. دستگیرت میکنم به شرف. ای خدایا، بندی پای افضالم کشاده شده است کو؟ ایستا.